جشنواره سینمایی رویا. کاندیدای بهترین بازیگر مرد در نقش پدر. حنیف ساحل در نقش داوود، سریال صبر. می‌ریزم اولاد کلان کو گرته کو تا یه روز همه فکر نمیکنه باید که بودی در پشت پدرم است. بله حاجی صاحب سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتار خوب؟ فضل الرحمن رحمانی در نقش قادر، سریال مهاجر. حاجی صاحب محترم تشکر. والا خواهی نخواهی گاهی نگاهی در یاد دوستا مفتیم. برای رای دادن در بخش کامیونیتی چینل رویا رفته بالای عکس هنرپیشه دلخواه خود کلیک نمایید.